از سگ میترسین؟ مثل سگ. قرار امروز تو این ویدیو کلی سگای خفن بهتون معرفی کنم. تا حالا از فاصله 1 متری گرگ دیده بودین؟ سگای میلیاردی چی؟ ترس، اضطراب، استرس، وحشت، لذت و هیجان قرار تو این ویدیو تجربه کنید. به نظرتون چند نژاد سگ تو ایران وجود داره؟ نژاد اصیل ایرانی چیه؟ تمام گو بسته، گو تو رو قرآن بسته. تمام. سلام، امروز قراره تو این ویدیو خفن ترین سگای آسیا رو بهتون معرفی کنم. سگایی که تو خود آمریکاشم بیرون بردن از خونش مجوز میخواد. خیلی اینا حکم تیر دارن؟ تو خبر داشتی؟ من به من گفتی نمیدونستم داستان چیه. شما از سگ میترسی؟ مثل سگ. من نمیدونستم بعد یه کاری جایزه مفتی که نمیدونم. من فکرم سگای پامرینایی قراره تو رینگمون سگا رو بیاریم به شما نشون بدیم و بچه‌ها اگه تونستن دووم بیارن و بمونن به نفر اول 15 میلیون قراره هدیه بدیم. نفر من میخوام برم. خب به نفر آخر چقدر میگیری؟ 750 میگیرم این وسط. 1700. این سگامون خیلی گوگولیه نظرت؟ یکم داشتی نژادا رو تست می‌کرد. حالا من هم از سگ میترسی. تو چی؟ مثل سگ میترسه ولی 15 میلیون باشه نه. نمیترسی. دروغ میگه آقا میترسی. تا آخر ویدیو ما رو همراهی کنین چون قراره میگم نیست در ایران ترین سگا رو بهتون نشون بدم. بریم آقا. میشه نه یا همینطوری 15 تومن رو بگیریم؟ رفاقتی. خجالت بکش. یه پامری چیزی بیاری قول میدم نترس. سگا گوگولیه. بریم. حالا از سگ پول در نیاوردم. امروز توی مجموعه حمیدرد داداش عزیزم یکی از متخصصین و حرفه‌ای ترین پرورش دهنده‌های روتوایلر توی ایران هستیم که واقعا نژادهای بی‌نظیری داره که نیست در ایرانه. و اینکه میشه یکم توضیح بدید داش حمید؟ سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان. امروز آقا حامد افتخار دادن اومدن مجموعه ما، البته مجموعه خودشونه، کنار 2 تا قفقازی غول‌پیکر و کنار 2 تا از بهترین برندهای روتوایلر ایران. این روتوایلرها در تمام دنیا معروفن، نه تو ایران، در تمام دنیا شناخته شدن و اینکه دیگه خودتون دارید میبینید دیگه. میشه یه قیمت از همینی که اسمش چیه؟ روتوایلر. نه. زلزل X6. قیمت همین که کنارته چقدره؟ ببین من با یورو آقا حامد یورو 43 تومانی 3 میلیارد پولشو دادم. الان اگر بخوایم حساب کنیم یه سیولوش 10 میلیارد پول فقط ایشونه. 10 میلیارد تومن. خب خیلی جاها قفله میگن سگ 10 میلیارد تومن. الان ببین بحث همون ماشین است. یه بنز داریم 99 قیمتش مثلا 170 میلیونه. حالا میایم یه بنز 2023 قیمتش 13 میلیارد 14 میلیارده. بنزه هی تغییر کرده. اینا ژنتیکشون تغییر کرده. فیساشون تغییر کرده، زیباتر شده و متاسفانه ما داریم به یورو خرید میکنیم اونور. یعنی به پول اونا چیزی نیست، به پول ما خیلیه. 10 میلیارد تومن ارزششو داره به نظر شما؟ باید میگم هم علمشو داشته باشی هم عشقشو که بیای به حیوان میلیاردی پول بدی. بابا دمت گرم. اینا الان قیمت اینا چند حاج حمید؟ اونا تقریبا دونه 200 تومانه. 200 تومن. قفقازیه و جزو خطرناکترین سگ‌هاییه که خدا نکنه بخواد یکی رو بگیره. تا جنازه رو پوچ نکنه یعنی هیچی معلوم نباشه بی خیال نمیشه. الان این چند ماهشه؟ زلزل 2 سال و نیمشه. X6 3 سالشه. ماده است نره. آره. ماده ها ریسترن. تو سگ ها ماده ها ریسترن. صحبت حالا قفقازی به کنار. باشه. خب بله. ماده ها تو سگ های نژادهای دیگه ریسترن. این چند وقتشه؟ مارشال 2 سال. بله. اون دخترم 2 سال و نیم. 2 سال و نیم. من به بچه‌ها قول دادم که قراره کلی اینجا بترسن. بریم بترسونیمشون. بری. دیه نمیگیرن؟ نه. دیه بگیر نیستن. من بیشتر از مرتضی میترسم. بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم براش. کلی کار خفن منتظره، ببینید لذت چه ببرید. آقا حامدم قراره بدیم گاز کنن که ببینیم خودش وای میسه جلوی گازه. خدا مرتضی جا تو با من عوض. حامد مرتضی رفت. حامد حاجی هاشمو چرا گذاشتی اینجا؟ اینا قرار پول بگیرن. مرتضی جوری در رفت.
مرتضی جوری مرتضی جوری در رفت که هاشمش گیر کرد به آهنه. پاساپ میخواد بیاد بیرون ولی نمیتونه. خیلی بله چرا پسرم تا حالا خانم خوردی بریش اگه به قلادش پاره بشه ببینم تو رو حضرت عباس تو رو خوردم بسه آقا تمام بود تمام گو بسته گو تو رو قرآن بسته تمام. جایزه مال کیه؟ بیا تو اونی که داره میاد تو خدای تو بیا تو من میام جلو بیا تو نه آقا من بیا تو خب بیا پیش من با هم در بریم. میگم بیا تو در رو اولش میگم جون حامد در حضرت عباس. آدم قلبمو میدم بهت یه دقیقه صبر کن. قلب نمیخوایم اینقدر وجود میخوای ندارم. بیا حالا بیا تو میگم یه دقیقه بیا تو. بیا میگه من انقدر اگه میخواستم آقا جان میگم بیا نفر اول از اینجا برو بیرون قبل از اینکه سگ بیاد تو برو بیرون. جان من زدم جان من زدم بیا تو دیگه. خیلی ترسوه. من کی رو برداشتم آوردم اینجا چالش بر سگو ببریم تو اتاق. آقا سگو برداریم بیا ببریم تو اتاق. سگو بیا ببریم تو اتاق. درو قفل کرد. دیگه دفتر ندارید. خب اوکی. در کنار یکی از مربیای بی‌نظیر تاپ لول ایران امین عزیز هستیم که به صورت حرفه‌ای داره سگا رو آموزش میده. چند تا سوال بپرسیم که به دردمون بخوره. خیلی مخلصم. فدای تو بشم. چند وقتشه مالینویزه؟ این 3 سال و نیم 4 یه در رابطه با نژادش توضیح میدی؟ مالینووا یه سگیه که پرورشش دست کشور بلژیکه. خب یه سری کشورها الان هلند، آلمان دارن پرورشش رو به صورت حرفه‌ای انجام میدن. سگایی هم که مغزشون ته نداره، هر چقدر کار بریزی روشون انجام میدن. اسمش چی بود؟ این آرتور، نژادش بلژیان مالینووا. اسمش بلژیان مالینووا. مالینویز هم عموم میگن. آها. عرضم بخدم چند تا فرمان بلده؟ این زیاد نشد. زیاد. بعد چند وقت روش کار کردی؟ این از 5-6 ماهگی کارش شروع کرده، تقریبا الان 3 سال خورده داره آموزش. راسته که میگن یه سگ به بو خیلی حساسه. بله. موادم پیدا میکنه راحت. این یه تایم مواد منفجره کار میکرد ولی خب دیگه الان استاپ کرده، بازنشست شد. بریم یکم به این بیننده های من دیدم این چی کارا میکنه. بریم به بیننده های ما نشون بدید چقدر این فرمان پذیره، خیلی خفنه. امین ماشاءالله حرفه‌ایه. بریم داشته باشیم. ببین الان توپو داره میندازه و بهش میگه برو، تو وسط را بهش میگه نرو، بر میگرده. باورتون میشه؟ امتحان کنیم. Yes, 9 push cross. Yes, good. وسط را بهش گفت نرو، برگشت. Ja.
صدای دندوناشو شنیدین؟ یا آقا حامد خیلی مخلصم. آقا چا؟ 15 میلیون دادی بچه ها نترسن، من 50 میلیون میدم تو دستکش لباس سنت کن، این سگ یه 2 تا گاز ریز بهت بزنه. من که خب نمیترسم، ولی خب عقلانی هم نیست این کار. برو ببینیم چی کار است. آقا با 15 میلیون، من با 50 شما میلیون. تایید میکنی این کارو؟ من قبلا این کارو کردم یه بار، ولی این احساس میکنم از اون مانی نویزه هم درشتره هم یکم خطری تره، ولی خب میکنیم ها. قیافه حامد و زمانی که گاز میزنه ببینم بازم وای میسه جلوشو در میده. بریم امتحان کنیم. میگه ترس برادر مرگه. نمیترسم. هر چیزی خوب نیست تجربه کنی، ولی خالی از لطفم نیست. مرتضی رو بگیر از اونجا. مرتضی یکم میترسه، ولی خب من جور رفیقمو میکشم. یه تست کنیم ببینیم چطور ها. بریم. بیا. نه باحال بود، زیادم ترسناک نبود. میریم گزینه بعدی، شرط بندی رو میکنیم سخت ببینیم، ولی زورش زیاده. آه آخ 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 چونتو نه چونتو گرفت. آخ 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 یه گاز گرفت. ته زورت هم این بود. بعد بابا بادا بینم بچه پایین باخت نمیده. خداحافظ. اول برنامه 4 تایی بودن بچه ها، یعنی تیم 4. سلام. الان 3 تایی داریم ادامه میدیم. مرتضی از اتاق حمید بیرون نمیاد. نه من کار برام پیش اومد. اصلا هم نمیترسه. داداش خیلی مردی که جور منو داری میکشی. بریم واسه مرحله دوم. حمید میگه تو این مرحله اگه دووم میاری 50 بهت میدم. نه جدی 100. میگی؟ 100 میشه نرید. آره. یکی رو بتونی 100 دو میشه برابر. روتفایلر روتفایلر. فایلر. مطمئنی میخوای بری؟ فکراتو کردی؟ حامد جور تور کشید. الان تو جور با مگه اومدیم جور کشی اینجا؟ بریم پارک آقا، اینجا چه جایی ما اومدیم؟ جمله هست میگه این بری بگو. شکست شیرین بهتر از یه پیروزی تلخه. میشه نازت کنم؟ میشه راجع به این سگم یه توضیح بدی؟ اسمش چیه؟ تبتیم ماستیف که گرونترین رنگش توی دنیا رنگ سرخشه که میخوام نترسم ولی نمیدونم چرا میترسم. خیلی خطرناکه. این الان قیمت چیه؟ ببین تو چین بالاترین سگی که تو کل دنیا، نه تو ایران، معامله شده 100,000 یوروه. 100,000 یورو. الان این قیمتش چنده؟ اگر بخوایم تو ایران بخوایم درجه یکش حساب کنیم بالای 3 میلیارد. 3 میلیارد. خود این چنده؟ خود این که فروشی نیست، بچه‌مونه. ما بچه‌مون رو نمیفروشیم. الان من یه چیزی شنیدم باورم نمیشه، میگن که از این سگ توی فلات تبت به عنوان شکارچی خرس استفاده میشه. خرس شکار میکنه و واقعا ترسناکه. هم بزرگه هم گولاخه. خیلی خفنه. ببخش من مزاحم شدم، با اجازت. یه چیزی رو بهتون بگم آقا حامد، ببخشید جانم. اینها حتما باید تو هوای سرد نگهداری بشن، خب چون واقعا پوشش موشون جوریه که اذیت میکنه. تو گرما اذیت میشن و سگ‌های بسیار خطرناکی هستند. یعنی اینا اصلا دیگه تعارف ندارن. از سگ‌های قفقازی خیلی خطرناک‌ترن. 2-3 میلیارد پولش. ببخش من مزاحم شدم. همه فکر میکنن ارزش سگ خیلی پایینه، ولی معاملاتی که داره روی سگ انجام میشه دور از حد و فکرتونه. بابا اسمش چی بود؟ هرکول. به هیکلش هم میاد. هرکول اونجا رو نگاه کن. بودو بخورش بابا، بودو بریم. آبارکالله. میگم اومده بودیم بچه‌ها رو بترسونیم، چرا همه رو من داره امتحان میکنه؟ داداش آقا مرتضی رو دیدی بالا منبع است. در رفت. آقا شما یه 50 هم من بردیم. بریم سراغ قول مرحله آخر صدیه. من اون صدیه رو اگه ازت بخوام بگیرم اهدا میکنم به کودکان کار.
اینو دارم واسه این بینندگان عزیز دارم تست میکنم که ببینن آقا سگ مگ ترس نداره. مثلا کارایی اینا چیه؟ الان اینا رو برای چی میخرن؟ الان بهت میگم. بذار رو این یکی حالتو میپرسم. زور فکش 350 تاست. برو بریم آقا. احساس میکنم ترسناکه ولی دستم اصلا خاموش کنیم. زیاد نگه گرفته و شکسته. بیشتر ما با هم خواستیم شوخی کنیم. میخوای یه کاری کنی؟ مشکل رفت تو یه ذره نیست. این خیلی بچه سنگی. دستمو کند جونتون علی برش دستمو کند 100 تومن دین دیرینگ دیدین دیدین. آقا وایساد دیگه 100 تومن. وایساد چه در رفت داداش. چه رفتی داره؟ آقا دستو آقا ببین این آقا زد زیرش. این آقا زد زیرش. مرد زیبا را زخم زیبا میکنه. مرد جنگی را یه بار دیگه یه بار مرد جنگی را زخم زیبا سیاستش. ولی ما تا آخرش وایسادیم آقا. تا آخرش وایسادیم. اشکال نداره زدن زیرش ولی تو بازی رو ما به خاطر پول بازی نکردیم. ما به خاطر نگاه این مردم بازی کردیم. تو ویدیو دیدید لباس رو در آورد رفت. بریم سگای بعدی رو ببینیم. یه چیزی رو بهتون بگم، خدا وکیلی کسی که تا الان کار نکرده دل و جرأت میخواد جلوی سگا وایسه. چون قدرت فک 350 کیلوه. 500 کیلو فکه منه فقط. 350. بریم سگای دیگه رو ببینیم. آقا کیوان مرسی. خدا رو شکر تو برام نگاه مردم این کارو کردی. خدا رو سگ آورد مرتضی، سگ آورد مرتضی. اومدیم سگای اصیل ایرانی رو بهتون نشون بدیم. سگ‌های سرابی که دامدارا دارن استفاده میکنن. آقا حامد این سگ در حقش تو ایران خیانت شده. بله آقا. ببین ماشاءالله. علی آقا حامد تکی وایساده جلو 2 نفر. آره ماشاءالله. آره. هی بارکلا. بخورش. الان آقا حمید الان بین اینا جنگ شه کدوم میزنه؟ 100% سراب. بین قفقازی و هر سگ دیگه جنگ بشه سراب دهیش میزنشون. بابا قربان. ارکول. بابا دست بده. ارکول. دست بده. دست بده. دست. عیدت چه خبر مبارک. خوبی؟ چه خبر؟ عمو مرتضی. سلام دست بده. دستو پایین‌تر بگی. دست بده. دست بده. دست بده. را دست بده. دست بده. آقا حامد درباره مرام معرفت سگ همیشه چی میگم؟ سگ واقعا وفاداره. سگ اگه وفادار جای تریاکا رو لو نمیداد داداش. سگ وفا نداره که. خیلی نه، دوست نه دارم داداش، من. واقعا؟ واقعی؟ یا نه؟ وفاداره یا نه؟ آقا همین یه پوشاک میدی؟ واقعا؟ آره ببین فیلمو. واقعا ترسیدی؟ عده در به بود. جون مادرم واقعا؟ به خدا چون همین با اینا کارگاه خلق خوشم. کودک درونی داره آقا رود. آقا رود چی آقا حمید؟ آقا حمید رود از حمید رود حمید زیری گرفت. من خودم حمیدم. آقا امروز تو مجموعه خفن پت باکس هستیم. آقا رضای عزیز قربونش کلی کلکسیون سگای نادر نیست در ایران داره. اینا یه جفت کنکورسو نیست در ایرانه. عزیز دلم. چند سالشه آقا رضا؟ اینا الان نزدیک 3 سالشون. 3 سالشه. الان قیمت این دوتا با هم چنده؟ والا کنکورس ها بسته به کیفیتاشون خیلی متفاوته، ولی خب یه همچین کیفیت شما بخوای بیاری یه چیزی حدود شاید نزدیک $15,000 به هر کدوم باید پول بدی. 15,000 دلار ما بشه 90 میلیون 900 میلیون میشه تقریبا 1 میلیارد و 300 400. به به یه جفت 1,500 ها. یه جفتش تقریبا در میاد هولوشه 2,700. آها دونه ای گفتین شما. بله. آها دونه 1,500. به به
آقا رضا این سگا معمولا کجا استفاده میشه؟ کنکورس‌ها رو برای بادیگارد میتونی استفاده بکنی، برای نگهبانی هم میتونی استفاده بکنی. بهش ماستیف ایتالیایی هم میگن، همونطوریم که از جثه‌هاشون مشخصه. سگای خیلی گردن کلفت و تنومند و عضلانی هم. از نظر وزنی هم یه چیزی حدود 70 تا 80 کیلو، اونایی که کیفیت‌های خوب داره میرسن. 70 تا 80 کیلو. خیلی زور داره، یعنی خوشگل منو دارم میکشم، خدای من شاهد. در سوخته آروم آروم. میگم آقا حامد نژاد این سگا چیه؟ کنکورسو. کجا؟ از کن. اینا شهر رو ندیده. مرتضی نظر چیه؟ جان بیا دقیقه جلو داشت نازی چیزی. نه واقعا سگ خیلی. ناز کن. جان؟ نازم نمیاد. چه سگیه؟ سبزی میخوره؟ نه. اینا اون صدا گوسفند میدن. پاساف. بیایی که ناز در آخر کلاس شوخی ها. میگم همین یه کلاس شوخی داره بعد از اونا. اینو دیگه ندار چیز کرد. Platz. Hier. Sitz. Hey. Pass auf. Pass auf. Her. Pass Platz. Sitz. Back. Sitz. Hey. Ab. Zurück. Sürük. آقا محمد حسین مربی برنو، نژادش چیه؟ نژاد ژرمن ورکلا. چند سالشه؟ 2 سالشه. این پوزه بند زده، دلیلش هم اینه که من گفتم بیام بغلش وایسم، گفت به هیچ عنوان نمیتونی بغلش وایسی. 3 روز پیش یکی رو گرفته و خیلی خطریه. این اعصاب نداره دیگه. این شما گارد باش کار کردین؟ آره گارد کار کردیم و دمش من دیگه بیش از این مزاحمتون نمیشم با اجازهتون. آقا این سگم ژرمن شپرد شولاین درست گفتم انگار. بعد عرضم به خدمت شما که توی سگا بهش میگن آچار فرانسه و اینکه ببخشید و اینکه جزء سگای گارد است و موادیاب و موکوتاه. بله خیلی خفنه، خیلی نگهبان آقا همه کار میشه کرد، پرستارم هم. خیلی واقعا بین سگا معروفه تو آچار فرانسه بودن. نگاه کن مرتضی، عمو مرتضی بیا. نه بیا. خب بیا. قیمت اینا چنده؟ اینا حداقل 40 هستش به بالا. خدا جو پولشو نداریم بخریم. 40 میلیون به بالا. آقا مرتضی بیا بگیر. خیلی آرومه. بیا خب بیا دیگه، چرا میری؟ خب با تو کاری نداره. آقا کنار بهزاد عزیز هستیم، یکی از مربیای خوب که مانینویزه دیگه. بله. تلفظ دقیقش چیه؟ مالینووا. مالینووا. ما چرا میگیم مانینویز؟ مالینویز گفته میشه. خیلی خوشگل تربیتش کرده. بریم چند تا فرامینو بهش بگیم ببینیم چیکار میکنه. بفهم. 9 فوس 9 واچ. واچ یعنی چی؟ واچ یعنی زوم کنه روی همون تو. نگاه کن. آقا یه دست بزنید، من یه دست بزنید. نگاه کن. یا راف. باریکالله. فوس پلاتس فوس پلاتس هی. فقط به فرمان پذیریش نگاه کنید. فوس پلاتس هی. آقا الان انگار خدای نکرده آقا بهزاد مرده، میخواد بهش چی بده؟ چی میگن این؟ شوک بده. شوک بده. آره این الان داره شوک میده. خیلی خوبه این ایبون.
خسته شد. یا خسته شد. یه موجودی خیلی خفن به نام امریکن بولی سایز 2x لارجه که نیست در ایرانه واقعا و واقعا اینو فقط تو فیلم ها میتونی ببینی. خیلی خفنه. خب آقا میدونم امریکن بولی ایکس لارج که تنها پرورش دهندش تو ایران ماییم. ماشاءالله. جزو معدود نژادایی که توی دنیا میتونم بگم که هر کشوری اولا اجازه نگهداریشو نمیده، بعدم در مورد این نژاد باید بگم یکی از خاص‌ترین امریکن بولی های ایکس لارج، هم به لحاظ رنگ بندیش هم به لحاظ هیکل و عضلات و شیپش. یه چیز خیلی خاص و گردن کلفت. آقا رضا والله زور من ازم گرفت. خدای من شاهد، انگار 3 روزه دارم میرم باشگاه. یه جور واقعا نگه داشتنش خیلی سخته. ماشاءالله ماشاءالله. رفت جایزه‌شو برداشت. بیا بابا بیا بیا. ای جان. خیلی گنده است. یعنی میتونم بگم نیستر آسیاه، نه نیستر ایران. همش عضله است، همش گوشته. ماشاءالله. میخوای اون توپو بدی بهش؟ بده به محمد، بده به محمد. نه رفیق هست ولی این کارو کسی جرئت نداره. محمد داره غذاشو میدادی، پس چی؟ رفیق حاجی ناموسن انگار 3 روزه رفتم باشگاه. آقا رضا میگم اینو پارسه میکنن؟ اینا اهل عملن، فقط میگیرن. یا حسین آقا من معذرت میخوام، ببخش. الان من میارمش. اونو فیلم بگیر حاجی، دستشو گرفت. آقا اون داره ای واسه. یا آبغن بیا. یا آبغن برده بیا. آره بیا. یعنی اصلا یه اتفاقی الان افتاد که دست آقا رضا یه جور بریده شده، تاندوناش مشخصه. میگیره؟ آره متاسفانه با هم 2-3 بار. آقا رضا رسید بهش داشت میتکون. یعنی آن شما دست انداختی تو دهنش؟ اومد اونو بگیره. اونو بگیرم، اون قلادش گرفتم. اونو می‌خواست برگرده دیگه دست من زد. توله آره دیگه. بابا من به داداش گفتم تو رو خدا اون اسباب بازی رو نشون نده. اون موقع اصلا تو نبودی. رو توپ میاد خوبه. نه میگم تو نبودی اون لحظه، تو هم نشون نده. ناموسن کمرم گرفت به حضرت عباس. آن نمیشد نگهش. بابا چی میفهمید شد در رفت؟ اومدم عینکو از امیر بگیرم، داداش زارت رفت، ندیدمش دیگه. میگم آقا حامد داره فیلم میگیره. میگم متاسفانه همونجور که دید همون سگایی که داشتن تعریف می‌کردن. دست آقا رضا آره الان. دست آقا رضا رو بیا بگی یه دقیقه جلو. سفیدی استخوان. تازه صاحبشون آقا رضا، آقا بهزاد. اگه نگرفته بود آقا رضا که تیکه پاره کرده بود. آقا محمد حسین که استاد، خدا رو شکر باز بودش. تونست سگا رو جدا کنه. نه خیلی کله دارم میگم. خداییش خیلی نبود. ببین من اومدم ماده رو بگیرم ایناش. زد. توله رو بگیرم. زد من ول کردم. واقعا نمیشه نگرش داری؟ نه بابا. میگم نگه داشتن این سگا اونقدری که لذت داره همونقدر دردسر و سختی و خطر داره. خیلی خطرناکه به خدا قسم. آقا من حق داشتم ترسیده بودم. نه بابا تو که شیرین اومد اینجا. یه شکست شیرین بهتر از یک پیروزی تلخ. از اول به من گفتم کی ترک می‌کنی مجموعه رو؟ اون بچه‌ای که میگفتم میگیره رو ما میگفتیم خبری نیست. این که دیگه بزرگ همشون بود. کی ترک می‌کنی مجموعه رو؟ تو باز میترسی؟ بیشتر میترسم از بعد اون صحنه‌ای که من دیدم. همه میترسن. آقا رضا هم داره میترسه الان دیگه. شما دوربین اون بره. من چجوری من خیلی از کارهایی که کردم نمیدونم دوربین گرفت اون صحنه رو. خیز نه گرفت. شما گرفتی تصویر رو؟ تصویر مدار بسته اینجا استفاده آقای تبریزی من تازه دارم این فکر کنم چه کار احمقانه کردیم ما اونور.
میآوردن سگا رو تو ما 4 تا اونجا بودیم. آقا یه بار عین همینجوری فکر کن در میرفت اون دیگه ماییم. آقا من واقعا شرمنده‌ام و اون لحظه رو بچه‌ها نگرفتن. سگ از دست من در رفت، دست آقا رضا خدای من شاهده واقعا پاره شد. خدا رحم کرد پوستش. الان دارن میرن بخیه بزنن، تاندونش بیرونه، استخوناش بیرونه. واقعا همین حیوان لذت داره نگهداریش، هم واقعا خطرناکه. کنترلش سخته، باید خیلی حواست باش، مخصوصا وقتی 2 تا 3 تاشون به هم میریزن بعد میپیچن به هم دیگه. وقتی هم که میپیچن دیگه حواسشون نیست که تو صاحبشی یا اینکه غریبه است، چون اون لحظه فقط میخواد دندون بزنه از دست اون یکی در بیاد. آقا تشکر میکنم از مجموعه پت باکس به خاطر این واقعا مجموعه بزرگ و خفنشون. امروز هم اذیتشون کردیم، این اتفاق بعد افتاد. بعدای سرت خواهش می‌کنم. خیلی امیدوارم تا اینجای برنامه لذت برده باشین. این سگی که الان این حادثه رخ داد قیمتش 3 میلیارد تقریبا، 3 و خورده پولشه و بازم میگم به خدا هم لذت داره همچین نژادایی، هم ترس و استرس خیلی نداره. من نمیدونم چه لذتی میبرن. آقا دم این مجموعه گرم، بچه‌هاشون پریدن جلو سری جدا کرد. آره ما نتونستیم تصویر رو کامل بگیریم. کیوان تونست یه بخششو بگیره. اصلا اینجا تقریبا یه 30-40 ثانیه داشتن کشتی میگرفتن سگا و اینکه سینه یکی از بچه‌هام خط افتاده، یعنی چنگ انداخته. دست آقا رضا هم که دیگه کاملا بریده شد. خیلی مخلصم. بریم ادامه برنامه رو ببینیم. خیلی باحاله، نگاه کنید. بریم لذت ببریم. بچه‌ها یه خبر خوب دارم، یه خبر بد. کدوم اول بگم؟ اول بعدا رو بگم. اول خوبه رو. بذار بده رو بگم. آقا گرگا رو دارن میارن بیرون. خوبه چیه؟ خوبه اینه که گرگا نمیگیرن، خیلی دستی از بچه‌ی گوگولی گرگ به دست ذاتش گرفتن. نه مگه آقا میشه آقا این ذاتو حرفا نمیشه تغییر داد. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Umut gökyüzünde parlar. Ruhun kanlar. این سیگار کدوم تو لسگیه؟ بریم ببینمش. سیگار میکشن اینجا تو لسگا. تو لسگ خوش نیستن. بریم گرگا رو ببینیم. من نمیام آقا. واقعا میخوام بهتون گرگ نشون بدم. گرگ واقعی. از سگ میترسی، از گرگ که نمیترسی. آقا من میگه از سگ میترسی، از گرگ که نمیترسی. مرتضی اسم کارتونه چی بود دستان از زیر نشون میداد؟ بگلی بیگلی آقا گرگا اصلا داستان بود. گرگ شنگول منگول داستان بود، اصلا کارتون نبود. گرگ به ابوالفضل گرگ به جون مادرم گرگ. دیدمش. بچه‌ها تو این آیتم وای نستادن چون واقعا خطرناکه. این گرگ واقعیه. از آدمم میترسه، دنبال فرار کردنه، دوست داره بپیچه به بازی. ولی خب اینا بگیرن دیگه ول نمی‌کنن دیگه. این دیگه تهشه. نگاه کن. این سگی که می‌بینی این در اصل هم گرگ هم سگه، یعنی جفت شده گرگ و سگه که بهش میگن ولف داگ. طولهاش هم از 80 تومن تا 100 خورده‌ایه. ولی این گرگ واقعیه. خب نازش کنم. نکنم. از آدم میترسه ولی او میگیرد. این سگی که میبینی سگ بگیرش. آخ دستم. اوکی. اینم آکیتای خیلی خوشگل که این امریکنه، اینم ژاپنیه. من میگم ژاپنیش خوشگله. و واقعا خیلی گوگولیه، نگاش کنی. سگ جنونیه. این نره، این ماده است و اینکه کاراییش هم نمیدونم کاراییش چیه؟ امریکن برای گارد بادیگارد هم میره، نگهبانی میره، ولی ژاپنی ایشون هم واسه گارد میره، هم واسه نگهبانی میره، ایشون واسه خوشگلیشه. نگاه کن. این سگایی که اینجا واقعا تو خیابون دستش من ندیدم. نه نیست، در ایرانه. قیمت این امریکن ها تو پایه‌های 50 تا 75 تومن، ژاپنی 45 تا 60. پس سگ خوبی 50 45 نه بابا خیلی میلیاردیا بیارید. خیلی خبر. نگاه کن. چه نازه. موهاشو عروسکیشو کرده. سلام. موهاشو. خب من اینو دیگه میخوام ببرم خونم. ببر خونم. ببر اون برای شما. بریم. بیا بریم بچه‌ها بریم. بیا بریم. بابا بیا بریم دیگه. اینا 2 تا تیپ داره بچه‌ها. حرف گوش کنم از حرکت. حرف گوش کنم از. فرصت بگیر. چرا میترسی؟ تو بک ما کلی کاپ و لوح تقدیره که توی درست میگم تو مسابقات برنده شدیم. تو داگشوهای مختلف، حالا حیوان‌های سگ‌هایی که میانیم وارداتی، بعضی از اینها کلا کاپ دارن، مقام آوردن خارج کشور. اونایی که ما خریداری میکنیم خودشون با کاپ از سرتیفیکیت هایی هستش که باهاشون میادش. البته تو خود ایران هم مسابقات داخلی برگزار میشه.
ولی نه مثل در واقع خارج کشور. حالا مثلا تو ایران شما اول بشین جایزش چیه؟ تو ایران متاسفانه میان با یه سری غذا خشک و به قول حالا یه سری تشویقیه ها به قول حالا میدن، حالا یا کاپی به قول معمولی بخوام بدم، بیشتر حالا بکش بخوام حساب کنم توله هایی که میفروشن از اون نر و ماده برام حیوانایی که شما واقعا خفنه. تو ایران یکی میره تو المپیک مقامم میاره بهش چیزی نمیدن، چه برسه به حیوانای خفن شما. دم شما میگم ماشاءالله چقدر مقام دارین، باریکلا به این مجموعه خفن. آقا از آلاسکا چی آوردی واسه ما؟ این سگای خوشگل ساموئیده که سگای آلاسکاییه، به هیچ عنوان به عنوان گارد و نگهبان استفاده نمیشه. سگ ویلایی آپارتمانی گوگولی مگولی، نگاهش کن، بیا بالا بیا بالا بیا بالا، همه جامو کثیف کردن. نگاه این دفرسن چرز ایناست. اینا چنده؟ اینا بازیگوشه. قیمت اینا 40 تومن شروع میشه، قیمتی نداره. 30-40 تومن 50 تومن. قبلیه رو نمیخوام، این مال من. اونم برای تو. برو بریم. سگ بابا. بریم ما. بودو بابا. بودو بابا. خب به اینا میگن ژرمن شپر شولاین مشکی موبلند که سگ نگهبان، سگ گارد. قیمت چیه؟ بین 80 تا 120 متفاوته. به نظرم خیلی خفنن. به نظر من خیلی لاتیه. نگاه کن، بریم یه چرخ بزنیم. بریم بابی، بریم این وری بریم. کجا میری؟ کدوم وری میری؟ این چیه؟ این هم سگای نامری ما دارن. چرا تو آپارتمان میرن آقا حامد، تو خونه ویله نه. زد بشین ماما. زد بشین. اومد. بیا کجا میری؟ داره میاد. کی میاد؟ داره میاد. اصلا بیازارترین و مهربونترینه. سلام. این با اخلاق ترینه، سگ پرستاره. تا حالا کسی نگیره. این مهربون ترین سگ دنیا. سلام. اصلش ایننگیه. سلام. این سگی که شما میبینی بهش میگن گلدن رتریور و کاملا آروم ساکت، سابقه نداشته تا حالا اصلا به کسی آسیب برسونن. خیلی مهربونم، بهش میگن سگ پرستار. سگ مهربونم. نگاه کن، من میتونم دستم بکنم تو دهنش، اصلا نمیگیره. نگاه خرید میاد، دکتر میاد، همه کار میکنه. ولی بازم مرتضی نمیاد جلو. تنها سگیه که اخلاقش سگی نیست. خیلی جیگره. بوس الان بوس میخواد. بوسش بده آقا سالا. ساعت 9 هم میاد با ما فوتبال ببینیم. بابا اونجوریش نکن حالا دیگه. نگاش کن چقدر نازه. آقا یه تانگو بری. لا 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 لا. بیا دیگه مهربون. گربه دید. جان. آقا میگم ما یه کاری کردیم، سگی که نمیگرفت تو این همه سال دور شروع کرد پارس کرد. بگو. سگایی که با اخلاقم بسپاریم به ما وحشیشون میکنیم. نگاه این مهربون بود. بیا. آقا حامد رفقایی که میگفتن مرسا از سگ میترسه کجان؟ ما همه شایعه بوده. کوچولوهاشون واقعا خوشگلا، بزرگ میشن خیلی خوشگلن. هم کوچیکش خوشگله هم بزرگش. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. ما هممون به دنیا میاییم و یه روزی از دنیا میریم. مهم اینه که توی این مسیر زندگی برنده باشیم یا باید نه. چی بگو؟ چی؟ کجا؟ ببین اینا هم توله هاشونه. توله هاش هم بخواین اینجا پیدا میشه. مرسی از مجموعه پت باکس خفن و حمید روت عزیز. امروز این ویدیو رو به واسطه این دوستان عزیز گرفتیم. خدا سلامتی بده به آقا رضا که دستش آسیب دید و اینکه امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. کنار بچه‌ها آیسا، مرتضی، سالار، فرنوش، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون داریم. تو مثل گلی. اینو بگی. مازو خوشگلی. اینو بگی. آقا مرسی.